سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز آموزش یک نوع دالبور رو در نظر گرفتم که به این شکل در پایین لباس میتونید ازش استفاده کنید. من تو این قسمت گرد بافی کردم، ولی هرچی تعداد رج‌ها در پایین کمتر باشه دالبورد زیباتری به شما میده. حالا میخوام با رکن بافی این کار رو بکنم، یعنی یه حالت زنجیره روی سوزن‌ها انجام بدم. خب برای این کار تعدادی سوزن من سراندازی کردم و به این طریق نخ رو داخل قلابم میبرم و از اولین سوزن وارد میکنم و این نخی که بلندتره رو میگیرم و یه بافت میزنم. وقتی که بافت رو انجام دادم دوباره میام توی سوزن بغلی، دوباره میگیرم و با دست میکشمش پایین و بافت میزنم و سعی کنید که زنجیره هایی که ایجاد میکنید یه مقدار شلتر باشه که هنگامی که دست رو میخواید روش بزنید بکشید ببافید به مشکل بر نخورید و سفت بافته نشه. خب به همین طریق تا انتها من تمام دونه هام رو با دست بافت میزنم. خب دونه آخر رو که بافت زدم میاندازم روی همین سوزن اولی که به چشم میبینم. دکمه رو میذارم سر نواف و دست رو میارم این سمت. نخم میذارم داخل نخ و دکمه رو از سر نواف خارج میکنم و یک رج روی این زنجیره ها میبافم. دوباره مرحله دوم میخوام انجام بدم. من میخوام 2 رج رکن بیفته، میتونید 1 رج هم بزنید. خب حالا برای این بار که اگه 2 تا بخوایم انجام بدید این زنجیرها باید بره پشت این، نباید از رو من این کار رو بکنم. خب دوباره 1 نخ رو میندازم در دهانه این قلاب و ببینید از اولی خارجش کردم، یه دونه گرفتم و حالت بافتم. دوباره دومی رو میگیرم، فقط میگم یک مقدار کشش میدم که هنگامی که میخوام بافت بزنم دسته راحت حرکت بکنه. دوباره زنجیره هامو تا انتها انجام میدم و روش بافت میدم. خب من 2 رج بافت روی رکن رفتم. اگر بافت نزد دیگه با دست میتونید ببافید. خب حالا برای طریقه انجام دادن این دالبور ببینید از سوزن 0 ما مبدأمون رو انتخاب میکنیم. من 2 تا سوزن وسط 0 رو به عنوان مبدأ انتخاب میکنم، یعنی این مبدأهای ما باید 2 تایی باشه. 13 تا میشمارم ما بینش و مبدأ دومم رو انتخاب میکنم که میشه سوزن 15 و 16. مبدأ سوم من میشه سوزن 30 و 31، یعنی این قسمت. ولی چون این سمت ندارم دیگه فقط یک مبدأ انتخاب میکنم. این سمت هم همینجور 15 و 16 میشه، یعنی فاصله این قسمت من باید 13 تا دونه داشته باشم. دوباره 13 تا دونه ثابت نگه میدارم و سوزن 30 من میشه مبدأ که میشد 30 و 31، ولی این ور دیگه من دونه‌ای ندارم. خب حالا برای این کار ما 2 طرف مبدأ رو خالی میکنیم، هم از سمت راست و هم از سمت چپ. خب در اینجا که سوزن 30 من هست، من 1 دونه از سمت چپ این دونه خالی میکنم. در اینجا 15 و 16 من هست، میام سوزن 17 همی رو میاندازم روی سوزن 16. ببینید این رو هم جلو میارم که بدونم مبدأ من این هست و 14 همی رو خالی میکنم روی این 15 همی. از این سمت هم همینجور 2 طرف 0 رو خالی میکنم، 2 طرف 15 و 16 رو خالی میکنم و 1 طرف این سوزن 30 رو هم خالی میکنم. خب حالا تو این مرحله من هر مبدأی که دارم باید 5 تا دانه کشش بدم بیارم نزدیک این، یعنی دونه خالی ها رو پر بکنم. 5 تا از این ور بعد نزدیک کنم، دوباره 5 تا از اینجا نزدیک میکنم، 5 تا از اینجا. این سمت هم که فقط یه دونه داشتم دیگه این 5 تا رو به این ور نزدیک میکنم. خب حالا برای این کار اگر دونه گیر 5 تایی داشتید که خب با 5 تایی، اگر نداشتید تک تک بیارید یا با 3 تایی مثلا بیارید، با 3 تایی و 2 تایی بیارید. خب حالا من از همینجا شروع میکنم که فراموش نکنم. الان سمت چپ این 5 تا رو کشش میدم میارم نزدیک، یعنی این دونه خالیه که من اینجا خالی کرده بودم پرش میکنم. این 3 تا، 2 تا هم تکی میارم، 1 2 5 تا اینجا خالی شد. خب دوباره از این برم باید
نزدیک بکنم دیگه 5 تا. دوباره 5 تا هم از این ور نزدیک این سوزن میکنم که این دونه خالی من پر بشه. 2 تا هم با دونه گیر تکی میارم. خب که فاصله این دوتا ببینید یه دونه سوزن تو این مرحله میمونه. دوباره این سمت رو هم همینجور 5 تا نزدیک میکنم به این دونه، کشش میدم. 5 تا هم از سمت چپش. خب تا آخر من این جابجایی ها رو انجام میدم. خب دونه هامو کشش دادم، درست کردم، یه چکم میکنم. ببینید توی این مرحله باید این دونه هایی که من اینجا خالی کردم کشش دادم یه دونه در اینجا برای من مونده باشه. ببینید توی این رجی که 5 تایی میبرم. حالا این دونه هایی که خالی شدم میارم سطح بافت و 2 رج روی بافتم میبافم. حالا توی این مرحله من باید 4 تایی جابجایی داشته باشم. دوباره سوزن‌های مبدأم رو انتخاب میکنم. 2 تای 0 بود، 15 و 16 بود و سوزن 30 من بود. از این سمت هم باز همینجور 15 و 16 بود. میتونید توی دفترچه‌تون یادداشت کنید برای لباس ها که فراموش نکنید، یا اینکه با یه ماژیک چیزی روی این سوزن ها علامت گذاری کنید. دوباره من دو سمت سوزنی که مبدأ است خالی میکنم. این بر که فقط یک دونه داشتم خالی کنم دیگه، خالی میکنم میارمش جلو که فراموش نکنم. 2 سمت رو باز خالی میکنم و میارم جلو که فراموش نکنم. تا انتها این سوزن ها رو به همین شکل من این طرف و اون طرف مبدأ رو خالی میکنم. توی این مرحله بعد از اینکه سوزن های مبدأ رو در نظر گرفتم خالی کردم، باید 4 تا جابجایی داشته باشم. رج پیش، مرحله پیش من 5 تایی جابجا کردم. حالا این بار باید 4 تایی جابجا کنم. از این سمت شروع میکنم که اشتباهی نکنم. یه 3 تایی اضافه کردم، یه دونه هم یکی شد، 4 تا. دوباره این بر مبدأم یه دونه 3 تایی کشش میدم، جابجا میکنم. یک دونه هم با ترکیب. خب ببینید تو این مرحله 3 تا اینجا برای ما میمونه. یکی از نشونه هایی که متوجه بشید کار درست انجام شده. خب حالا دوباره این سمت مبدأ، این سمت و اون سمت رو انجام میدم. من تا انتهای رج این کشش ها رو ایجاد میکنم. خب جابجایی ها رو انجام دادم. تو این مرحله ببینید سوزن هایی که خالی شده من 3 تا در اینجا دارم. دوباره همه رو میارم سطح بافت و 2 رج بافت میزنم. ببینید به همین طریق ژوته ها مورب کنار هم ایجاد میشه. دوباره سوزن های مبدأ رو انتخاب میکنم و 2 سمتش رو خالی میکنم. من فیلم رو قطع میکنم، ادامهش رو مجدد میگیرم که حجم فیلم بالا نره.